کجایی تو؟ بله هر دمی برابر شد میری بخواب. کجا هستی تو؟ معلوم هسته؟ برفتم چیز اینجا پرینتر برفتم چیز بدک قلقی به جوجه کردی به مستانور دارم باش همین همسایه گفت چرا خراب میکنی قلقی بیکار مونی برای از این کارا بگردی. گوش که تو چی میگه خوب گوش آخو واکو. گلف چیه؟ سعی که تو داستان اقتداد کنم با میفهمین که گلف ها چیه. چیه؟ نه دیگه با ما قوت مونده، نه به گوشی من کردیت مونده. 3-4 جور کوشن که کنه کردم اونا هیچی. همین راستکش میرم دست نورالله. قراره که دیگه می قلف میبینی. همین تمین زیبم در قلف میکنی. بفهمیدی اگر نورالله تو میبینه کاری بو که تو رو همجوگو بذاری دست پا کنه دست پا تو بشکنه. دست پا تو بشکنه؟ دست پا ما بشکنه گوا و خارکی جمع کنه. گیلک اعصاب من خرابه. اموال ماستم گفتم خود نمیرم به دست نورالله گفتم میشه مردم همجوگو جمع شه خادی نورالله لپتوشون با اونجوگو گنده میشه. می قلف هم تاس هر تو میزنم. و به خاطر از این میگم نه تو میگی برو دست نورالله قلف که بزنه پا تو بشکنه چره؟ خب میگم بذار که تو رو بزنه جنجال کنه خودتو. بازه که من چیکار میکنم؟ نه کرای خونه رو میده اکثرا میرم من اول نوکر از اینم یا نوکر پیار از اینم. دیرو بدیدم با من لیلا میگه که شما اشته مردم گوش نمیدین که عباس براتم هر دم میآیه هر دم زنگ میزنه آخر گوشتیر بدادم لفت. درسته هر دم میگه میره شما مردم گوش نین بگانا تو دل جمع میکنم. بفهمیدی شماره من میزنیم لیست رد بگیرک تیز میری به در سرای ناقلف بندا. عجیب علی عجیبه عجیب از بیرو بده. خوبه اگه بوده که نبیده قلف کنم. اگه بوده که نبید قلف کن. اگه میبینی بجا که تو رو بزنه گیلک دست خو بالا نکنی. خوبه بجا که تو بزیر دست پاک کنه فقط من خبر شون. خب بابا چون برو ای که در سر مرتکه قلف کنه زنه بچی و زد خدا اینه که خاک به زبون نیلیلا باشه زد چشه زد امجگان آجور شه مثلا بوم ماره در سر قلفش اشته کجا باشه؟ برو تو بزی که پا کسی نورده. همین تو هم دلسوزی هم هستم کل از سرا بیرون نکدم. هر چی بدی صبر میکنم هیچی به چی نمیفهمم. همه هر دفعه باید کرایه خونه میرم مگه نصف پول کرایه خونه من به خود خرج کنم. به ترا و به زیبر و زوبر. خوبه. برو. خب چیز نیه؟ چیه؟ یک دایی چی نیه؟ رشکاس واشو مگرم برم. بیلا که تو همال بام هر جا میری پیل می دایی کرایه خود برو. برو. یک سنجبیتی نمیشه. آی ولنگ ولنگ آی ولنگ وای اما ناز دلور بلبل مسیار یار وای خدا دیگه نباشه. خاله زبیده مادر نیلیلا اگه ببینه گردنم بند باشه. اشتنگی جانجوره خیلی احتیار هستی جانجوره. آشقو شما تو اشتنی فضل خدا چه در سرا نیرولا قلف کردی؟ خود تو خبر نداری در این سرا از مانه؟ خب میفهمم سرا شمانه و سرا و کرا دادیم بعد بستوندی نه و چرا داری قلف کردی؟ طبیعته. بعد شما قصدار چیزیه؟ کی؟ نیرولا؟ نه طبیعت کو بسته کو داره. با نکنی گل فکر کله تل میگه بام سری میگه میکنه که مثل مرغ بگی خب بیچاره سرای داری قلف کردی اگه زن اینا ناجور باشن ببره اونا شبخونه اشته ببره. و زن چرا ناجور شه؟ تا سرای نه همین جگاه گل و گلکیری همین جگاه چمنار سعی کنم تیار میشن. نه چیه؟ ایچی برو به خیال و مزی برو را قصدار نیرو همی گیلک دروغ نگفته باشه همی سرا نیرو را بستونده باشه.
نه کاری ده در کسی نیه با می کوچه بابا نیرولو ها در قلفه ایشته غلفه در همی سرا شما شوخی نکو اگه چوب بی چیزی کسی چی کده بکشک چوب خطا دی لیه قلفه گیله قلف که چکار که مگر مرو در شما بالاشی ایشته در غلفه اینه چرا در قلف میکنه گیلک به خاطر چی قلف کرد مچون کی در قلف کرد 5 دقیقه جلوتا در قلف کرد خود کجا شد امی تبرم ما با گیله گوتو چرا گیلک در سرا قلف کردی گوتک طبیعته البته تو گلپی بودی میجا گو نتونستی که بلک زنی در قلف کنه ایکال من شما سی کنه ایکال ایکال گیلک سی کنه انال من نشون میدم که در قلف کردن چی گپه تو صبر بکو گردن بابا نمی مملکت به بگردی مثل کلمه پیدا نمی کنی من بگفتم عباس و گیلک از زمین نیرولا پول مایم در سرا گیلک قلف که با چی میگه طبیعته امروز روزه اوله غوغا کردی به محله امروز روزه اوله غوغا کردی به محله عجو بالا می آیه کوشه به جل و بله گیله صبر کن نفس تو خدا بکنه که نفسم تو بکنی هبستی که بده ایدم میگو دستا خود تاکو که من از تو پرسان کنم تاکو دستا خود گپ بزنم خودتو میگم در با تو کی گفت تاقف کنه البته تو شلی زده باور بکن میتک بکسی با تو بزنن که تا یک مونگاری میتو بده و خود خود سلو بچرخی تو صبر بکن که من کلی را تاکی سی تو بدر کنم باز من خودی تو گپ میزنم کلیام نیه میگو خودتونو به گپ میفهم یا نه ایکو به دگر رقم نمیفهمم باش که من بزی دایی بودم ولی خود از به گپ میه آنه به تو دایی میدم به گپ میه یا نه آنه ما میگم عقل کمال تو که بزی کارا نمیگشه گپ راست با ما بگو که دایی خور از تو نستونم تو کی گفت برو در سر قلف کو بچه مدرمه بچه مادر تو گو من چندی از شما قرضارم که شما یون دم سر ما را قلف کردی عباس گفت یک لنگ به من نمونده پاما بکنده گشیم کرده کم نمونده هر روز میدم نولیلا میگه من شما پول کرایه نمیدم عباس تو ری که در سر ما قلف کو به خاطر کرا سر ها من بجسته بودم برو رفته بودم نه از این منطقه ما فرار میکردم من عقلم نمیکشه نولیلا به چی عقل تو میکشه به دایی میکشه که دایی به تو بودم بگی بس بده دایی بده چی کردی چرا به دایی بده بابا جان من به خاطر دری پی بویش آمدم چرا حال میستونی از من گناه دارم من گیلک جو اگه می که دایی راستو نستونم مال راست خود بگو کلیار چی کردی خب چه خب کلیا به دست مینیه که بستونی نستونی اشته کلیا به دستونیه که عباس قفل خیلی داده خود عباس کجا شد تا اقل در سرت من بدید گفت برو برو در سرار قلف کو به خاطر کرایه برو در سرار قلف کو خوب شد که تو رو بدیدم برو تو که عقلتو نمیکشه بزی کارا برو من حالا خودی عباس برورتم گپ من اینجا نمیرم با خدا تا خفتم میگرم بگیر چکی آبا گندم چی مرگ مایم یاری امی گوسفندام هم خیصیت بعد دارم یکی که برای یک راه برد همه میرم به رادیو چکار الله رمضان مانده نباشی درست الله
شال شدم و باسی که بده بیدم گرگ تور زیر دام کرده نه بابا گرگم گنده تر یلا کنه راده دیگه پوچر گوسفنده خب تا گنده ما زدیم آخه اون میایه و بدلم کلوخی برمار میگردن چه کار دست همی خوارزاده شما باور بکو کنده که نفس ما به منجی رسیده به کل من میفهمم خود از اینو چی رقم گپ زنم چرا چی گپ چه کار بشده که بعد دست خوارزاده هم مینه لنور الله لالا رمضان اگه بعد تو نه واقعیت از این خوارزادات و گوشنتر به می منطقه ما دیگه کل پیدا نمیشه بیا ما در سرار 5 من قلف که برابر کله من بیا ما قلف کده به خاطر که من 11000 پول از اینا قرض دارم آیا ما به روخو میرم 11000 روپیه از اونا قرض داری بیا ما در سرا قلف کرده از چی قرض داری از اونا بابا جان از این کرا سرا فعلا دستم تنگ بود نداشتم که بودم 11000 زیر قرض از اینا شدم انا بیا ورده در قلف کرده کنه تیر شده میشه نی چه خود من بیام در کش میکنم اینم در بستی حالی دیپاگ همسایه پشت در میگه گیلاک بیام در سرا قلف کرده بالا در تر شدم نور الله سکو تو 11000 روپیه از اونا قرض داری هنوز هم خوارزاده عمر گوش نداری چند کرایه میدی برجه بابا حالا کرا مک بگفتم بعد 2000 روپیه کرایه میدی 2000 کرا ما کی گفتم نه 6 ماه که تو حال ندادی کرایه 1000 هم که بشه 6 ماه میشه به 6 ماه که تو کرایه ندی کی می کرایه بدی تو بگو به من انو خوارزاده هم گوش ده تو سر خورده نظر بلندی یعنی بیان در سرا مرغلف کنم که ما از بالا در تا بالاشون حتما اونا رو مجبور کردی و زد عمودم یک دمی به یک مریضی برخور یک مشکلی به تامون سرا باشه من میزنه بچه خودشته تیر کنم آخه این کارا رو هم بعد فکر میکردی اصلا همین مریض داری چی اگه ما به داخل همین سرا هم میمردیم چه کار میشو این راه خدا نیه که من خاطر ندارم بیا در سرا مرغلف کنه نورالله من از این گپ نمیگم من از این میگم که تو اول بیامدی به من میگی که خوارزادات و گوشنایم من از این گپ تو بعد ماماد اگه نمی کی رازیم که یک مسکینی که پول نداره که کرایه سرا خور بده صاحب سرا بیا در سرا به روی قلف کنه به من چی نفع نقصیه رمضان مر مجبور نکو که به در سرا از اینا برم یک زنگ به می خورداده خب ازی بگو برو در سرا از یادم بکو که اگه به در سرا رفتم تمام می رختا خود پاره میکنم خور به خانی هم اندازم بیخی آدم میخنه انداز هم بودی نورالله خیلی خوش نداری از سرای بیریوشو کاکا خودی مهمدی چی جنجال داری تو خوارزاده تونه به گپ تو میکنه این ساده رای که در سرا مرغلف کرده این راه خدایه به خاطر که ما آدم غریبیم چیزی ندارم میشه دیگه می رقم به سر آدم یار نورالله من نمیفهم که چی لاره خودتو بگیرم نورالله چرا گریه میکنی گریه نکن همه به عباس زنگ میزنم جوان چرا گریه کنی اشتر رمضان گریه نکنم مرکز که غریب شد مگه بیان در سرا قلف کنه و ماما خور بگردم من نوکر از اینیم که 24 ساعت بعد همسرازی باشم بعد همسرازی چی میگه زمانت بکنه مشکل نداره ما این در سایر وا میکنم بگیم برای که دیگه ایت نکنم پول کار تیار کنم آخه ما پول به کار داریم نه که ما کار نداره او رو به فیس سینه بیرون میکنه همسایه دیگه میشینه بخونه 6 ماه میشه پول خور نده دیگه تا کی پای کار نده اگه نداره بگو حال ده بگه پول ندارم تو بده من میگم برو فدای سر تو بشین اینجا تا روز کسم اینجا زندگی کو این کنه میشه اکسلمر بده اون دیگه باشه خوبه صحیحه خدا کنه حرف به حرف شما بکنه که پول کار تیار کنه باشه خداحافظ